قبل از اینکه شروع کنم، بذار یه اعتراف صادقانه بکنم. این 5 اشتباه مالی که میخوام بگم سالها زندگی منو عقب انداخت. یعنی رسما داشتم خودم رو نابود میکردم. ولی فکر میکردم خیلی هم اوضاع خوبه. اگه تو هم یک بار آخر ما نشستی و گفتی پولم دقیقاً کجا رفت، بس حتما بشین و تا آخر ببین. چون این ویدیو دقیقاً همون نسخه نجات دهنده‌ایه که کاش یکی 10 سال پیش بهم داده بود. من همیشه فکر میکردم مشکل بزرگی ندارم. درآمد داشتم. خرج هم میکردم. همه چیز اوکی بود. ولی وقتی اولین بار نشستم و دقیق حساب کردم، اون لحظه رسما حس کردم یکی با چکش کوبی تو سرم. اشتباه اول خرج کردن بدون ردیابی. ببین، من همیشه حدس میزدم چقدر خرج میکنم. حدس. یعنی رسما داشتم فکر میکردم، میدونم. تا اینکه یه روز نشستم همه خرج ها رو نوشتم. نتیجه قهوه های روزانه، تاکسی هایی که فکر میکردم ضروری هن. سفارش غذای لحظه‌ای. همش جمع شد و یه عددی ساخت که واقعا نتونستم چند ثانیه نگاهش کنم. بدترش این بود بیشتر از نصف این خرج ها چیزهایی بود که واقعا هیچ نیازی بهش نداشتم. تو هم شده بدون حساب خرج کنی و بعد یهو شوکه بشی؟ ببین اینو، اگه هر روز فقط 70,000 تومان قهوه بخری، آخر سال میرسی به 26 میلیون تومان. 26 میلیون فقط قهوه. حالا چند تا خرج کوچیک دیگه هم بذار کنارش. تازه میفهمی چرا پول تبخیر میشه. اشتباه دوم، نداشتن بودجه واقعی. من قبل از بودجه داشتن مثل کسی بودم که ماشین داره ولی فرمونش قفل شده. ماشین میره ولی به هر جایی که دلش بخواد. بودجه نوشتن باعث شد بفهمم پولهام دارن دقیقاً کجا میرن. چرا آخر ماه همیشه کم می آوردم. کجاها الکی پولم رو میریختم دور. تو هم شده حس کنی کنترل مالی دستت نیست. انگار آخر ماه همیشه یه غافلگیری ناخوشایند منتظرته. یه بودجه ساده 5 دقیقه‌ای روزانه میتونه 20% بیشتر برات پس انداز بسازه. یعنی تو همون زندگی، همون درآمد، فقط با نظم. و من دقیقاً همینو نداشتم. اشتباه سوم، عقب انداختن پس انداز. من سالها به خودم میگفتم وقتی درآمدم بیشتر شد پس انداز میکنم. اما هر بار درآمدم بیشتر شد، خرج‌هام هم بیشتر شد. انگار درآمد بالا خودش خرج می‌زاید. مشکل من درآمد نبود، رفتارم بود. تا اینکه یه روز گفتم 10% کنار بذار. بی بهونه. همون عدد کوچیک، همون یه مبلغ ساده باعث شد اولین بار حس کنم دارم برای آیندم کاری میکنم. تو هم این حسو داشتی که درآمد بیشتر هیچ وقت کافی نیست؟ اشتباه چهارم، فقط یک منبع درآمد داشتن. سالها فقط یه شغل داشتم. فکر میکردم این یعنی ثبات. تا اینکه یه شب پروژه اصلیم نزدیک بود کنسل بشه. اون شب فهمیدم کل زندگی مالیم به تصمیم یک نفر بنده. از همون روز شروع کردم به یه درآمد دوم. حتی خیلی کوچیک. ولی وقتی اون پول کم هم وارد شد، یه حس عجیب اومد. امنیت. اینکه یه پشتیبان داری. تو هم فقط به یه درآمد تکیه کردی؟ واقعا حس امنیت میکنی؟ حتی یه درآمد جانبی کوچیک، کار آنلاین، فریلنس یا یه سرمایه‌گذاری کوچیک میتونه ترس از بحران مالی رو نصف کنه. اشتباه پنجم، عقب انداختن سرمایه‌گذاری. بزرگترین اشتباه زندگیم این بود. فکر میکردم وقت برای سرمایه‌گذاری هست. مدام میگفتم الان زوده. ریسک بالاست. بذار سر فرصت. سالها گذشت و وقتی بالاخره حساب کردم فهمیدم بزرگترین ضرر من نه پول که از دست دادن زمان بود. اگه فقط 5 سال زودتر شروع کرده بودم الان چند برابر جلوتر بودم. سرمایه گذاری یعنی ترکیب پول با زمان. من سالها زمان رو از دست دادم. تو هم سرمایه گذاری رو عقب انداختی؟ حس میکنی زمان از دستت رفته؟ وقتی فهمیدم بزرگترین ضرر سرمایه گذاری عقب انداختنشه، تصمیم گرفتم قدم به قدم هر 5 اشتباه رو درست کنم. پس انداز کم ولی منظم، بودجه نویسی، درآمد دوم، ردیابی خرج‌ها، سرمایه گذاری و یهو دیدم پازل زندگی مالیم داره تصویر کاملتری میسازه. برای اولین بار حس کردم کنترل دست منه. نه درآمد بیشتر، نه شانس، رفتار و نظم مالی بود که منو جلو برد. نه یه شبه پولدار شدم، نه زندگیم ناگهان عالی شد. وقتی کنترل مالی برمیگرده سمت تو، زندگی از یه هرج و مرج همیشگی تبدیل میشه به مسیری قابل پیشبینی آروم. هر ماه که اعداد رو میبینم، اون رشد کوچیک، اون پیشرفت ریز به من حس قدرت و غرور میده.
حالا یه کار کوچیک بکن. از 1 تا 5 به هم بگو کدوم اشتباه بیشتر مال تو بود. هم خود تکلیف مالیت معلوم میشه، هم من میفهمم تو قسمت‌های بعدی دقیقاً چی به کارت میاد. و اگه این ویدیو کمکت کرد، کانال رو دنبال کن. چون قسمت بعد درباره 3 عادت مالی ساده است که زندگی منو از این رو به اون رو کرد.